همین یک ماه دو ماه نمیدونه چیکار کنه نالوگ. یک ماه دو ماه ما چه مقصد نالوگ دارم مقصد امیر که محکمش کنم میره در اونجا مقصد نمیدونم چی میشه. Налоги davlat xo'rdan dako ana jomo tayyor namish chiqaymi بیا اما طرف ما ویترین ایوکامو 18 15 kvadrat metr اون تایور کردی نیستن. چند ماه پس تیار میشه گفتن؟ جا اولی درکش نیست که ایجا گفتن که ما این مردم محکم میکنیم در حضور. بس شما چی نقشه دارین؟ براتون کجا میبرین؟ خیلی چی نقشه داریم؟ ما میگیم دیگه چیکار کنیم؟ بچه‌ها دیدن گفتن تخمینا 1.5 ماه میکشه. بعد شما 1 مارس از اینجا بری شاید 1.5 ماه براتون کجا میبرین؟ همین مشکلی ده یک چیز همین سویپور باید 1 دقیقه بیکار نماند. من کجا برم اینا خونه برم 1 ماه خونه شینم 20 روز شینم معلوم نیست کجا کی تیار میشه. و همین نقطه میان نقطه بحثی است که گروه زیادی صاحبکاران بازار سلطان کبیر اونایی که مال تجهیزات آب کاریزی مثل همین سنتکنیکا میفروشن باید در همین نقطه جا شوند. مسئولین بازار در صحبت روبرو بدون کامera به من گفتن که ما آماده ایم که تا سنه 1 مارس که همین لحظه که من نوارا ثبت میکنم 14 فوریه یعنی بعد از 15 روز دیگر این نقطه با شکلی که شما در عکس یا ویدیو میبینید همینجا تا 1 مارس یعنی بعد از 15 روز در همین شرایط برای بیش از 400 نفر صاحبکاران بازار سلطان کبیر به استفاده داده می شود. بیننده عزیز از روی وعده که ما برای شما حدود 15-20 روز پیشتر داده بودیم طبق اطلاعی که مسئولین از بازار نوی کوشانیان با صاحبکارانی که مال و کالای آب کاریزی میفروشند سنتکنیکا بخاطر وعده دادم که 1 مارس اینجا بازار نو برای بیش از 400 نفر فروشنده ها آماده میشد ولی وضعیت رو شما میبینید. ما میریم در پای جستجوی مسئولین که به وعده داده اشون وفا نکردند و بفهمونن که چرا و بیش از 400 نفر صاحبکارانی که مال و تجهیزات آب کاریزی میفروختن در بازار سلطان کبیر حالا گفتن که ما بارها دیگه به خانه بردیم و وضعیت چی میشود؟ کامera کسی اینو که چوب اینجا ممکنه نیست اوکی برای چی جدا میشن از کی ادرک جدا چند درک بزرگ شما معمولا درک جدا چند درک بزرگ خبری آنجا بگو چی است درک بزرگ ما فامیلش بودیم ما بشناسیم چی است ما فامیلش چی آنجا میریم بپرسیم چی است ما فامیلش خود بگیم تو این برادرم مانع نوار برداری ما میشن و میگن که اجازه نوار نیست در حالی که یک بازار است جای جمعیتی است و کارهای ساختمانی هم از روی وعده رفته ایستاده است وعدهشون وفا نکردن
من این برادرم میگه که ممکن نیست نوار برداری. همین خیلی چرا ممکن نیست؟ سبب چی است که ممکن نیست نوار گرفتن؟ خواهش میکنم بنده بفهمونه. راه برای چی گفتن که برای چی یک ژورنالیست اومد اگر باید نوار نگیرد؟ گفتن نگم چی؟ گفتن شناس نکردن. خواهش میکنم. خب بیننده عزیز، طبق اطلاعی که ما برای شما در ویدیو گزارش اول داده بودیم، حدود 14 فوریه بود که مسئولین سنگینزاده دوران پشت دستگاه نواربرداری برای ما وعده داده بود که سنه 1 مارس همین نقطه برای بیش از 400 نفر فروشنده های مال و کالای آب و کاریزی یعنی سنتکنیکا آماده می شود. ولی متاسفانه ما دیدیم که وضعیت همون گونه‌ای که هست مانده است. و وقتی که ما امروز رفتیم پشت در دولتشاهیف، راهبر بازار کوشانیان بود، از روی عریضه هایی که من اونجا دیدم در بسته بود و ساعت 1:27 هم آمدن که مردم پشت در زیاد و ما کوشش کردیم که با بابای بازار مسئول رکلام و اطلاعات صحبت کنیم که با زنگ های پای در پای ما هم ایشون جواب ندادن. فقط در راهروهای ماموریت بازار کوشانیان من همون جناب سنگینزاده دوران پیدا کردم که گفتم که اون وعده که به مردم دادیم چی شد. گفت که باید بابای بازار با شما صحبت انجام دهد. ولی متاسفانه زنگ هایی که در ماموریت نوشته است رقم تلفن با او زنگ ها هم جواب ندادند. حالا برای من جالب است که این بیش از 400 نفر فروشنده های بازار سلطان کبیر که مال و کالا یعنی تجهیزات آب و کاریزی میفروشند، آنها برای ما عکس فرستادند که بارهاشون در خانه انبارهاشون جمع کردند و برایشان وعده هم ندادند که تا کی این نقطه ها آماده می شود. متاسفانه حدود 15 روز پیش برای ما مسئولین وعده داده بودند و ما فریب آنها را خوردیم و این اطلاع را برای شما داده بودیم که در پایان این گزارش سیلکش هم میمانم. سلامت سربلند و خانه آباد باشین. خدا کند که همیشه راهبران ما از روی وظیفه با مسئولیت باشند و وعده های هوایی به مردم ندهند. بدرود تا درودهای دیگر.